سلام بینندگان عزیز، برنامه نوبتی محفل ادیبان جوان پیشنهاد شما می‌گردد. مهمانی برنامه ما هستند شاعر و ادبیات‌شناس معلم عزیز ادیبه خوجندی و حافظ جوان امیدبخش برادر عزیز ما صبح‌دین رجبزاد. شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه. یادآور میشیم که محفل ادیبان جوان در نزد ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت عمل میکند و روبری این محفل را میروار به عهده دارند. میروار میگفتید که در برنامه قبلی در نزد اعضایان محفل چی وظیفه گذاشته شده بود؟ خب در برنامه قبلی ما به اعضایان یا به عموما بیننده ها در شرط گذاشته بودیم که با استفاده از واژه خورشید دلخواه شعرشون بنویسند و حالا چند تن از جوانان ما با استفاده از کلمه خورشید شعر آماده کردن که حالا پیشنهاد شما میگرده. محمد اقبال جانبک هستم، عضو محفل ادیبان جوان. آینه تابنده خورشید باش، آسمان آگنده خورشید باش. از سر عالم گذر هر شب، ولی صبح زنده خورشید باش. مثل ابر کینه لطفاً سر نزن، مثل ابر کینه لطفاً سر نزن. تیغ شو برنده خورشید باش. در شب دیجور غمها تا سحر، روشنایی خنده خورشید باش. چون عقاب پرفشان در اوجها، با هوس بیننده خورشید باش. در تهاجم باش با ظلمت در عمر، وارث ارزنده خورشید باش. بابا یارزاده رخشیده هستم، عضو محفل ادیبان جوان. در ضمیر من نامت هم شبیه خورشید است. مادر خوش اقبالم سایت چه کس دیده است. در تلاش خندیدن گرمی دادن و گفتن، در بهار آزادی هم ردیف اسپید است. هر سحر به دیدارت سخت می شوم پزمان، با تو گفتگو کردن در شمار امید است. پشت خانه های ابر از چی می شوی پنهان، هر زمان که می بینم در دلم عیان عید است. از تنوری گرمی دل مهر تو شود پیدا، سیب روی دیدارت را بگو چی کس چید است. تشکر زیاد. محفل ادیبان جوان منبر ایجادکاران جوان است و قهرمان برنامه امروزه ما هستند شاعر جوان آدینه محمد صوفی. مرحمت. آدینه محمد رجبزاده صوفی 14 دکبر سال 1998 در ناحیه مسچوب به دنیا آمده است. ختم کرده فاکولته صنعت تصویری و تکنولوژی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بوجان غفورov طبق کوته پرزیدنتی می باشد. غالب آزمون لایخوانی در سال 2016، غالب آزمون هنرمند گشتکار در سالهای 2019-2021 و غالب آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است. در نامیناسیون نظم در سال 2023 می باشد. نخستین مجموعه شعرهایش با نام هفرنگ خیال سال 2018، کتاب دومین او طوفان وصال سال 2021 و کتاب سومین او با نام کوچه باغ عشق در مطبع دانشگاه ملی تاجیکستان سال 2024 به نشر رسیده است. دستپرور محفل ادبی زرافشان و عضو محفل ادیبان جوان می باشد. اشتراکدار چندین کنفرانس های علمی و ادبی است و در شب شعری بنیاد مولانا در لندن طریق آنلاین شعر معاصر تاجیکستان را نمایندگی کرده است. غزل‌هایش در مجموعه دسته‌جمعی مرور به شعر معاصر تاجیکستان محمد اسماعیل لشکری در شهر کابل افغانستان نیز نشر شدند. در هفته‌نامه و ماهواره‌های وطنی و خارجی آفریده‌هایش پیوسته نشر می‌شوند. شاگردانش اشتراکداران غالبان آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است میباشند. دارنده جایزه کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه ادبیات میباشد. از سال 2020 این جانب آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 41 در ناحیه مسچوب بوده. الحال وظیفه جانشین دیرکتور عاید به تعلیم را به دوش دارد. سلام عشق، سلام شعر، سلام جوانی برای شما، به یک و یک شما که عاشقانه دوست می‌دارید و جوانی را احترام می‌دارید.
تشکر. خب ما و شما آگاه هستیم که مهمه ماهواره جوانی بود و در دایره تجلیل روز جوانان تاجیکستان، روز جهانی فوتبال، یک چند چهاره‌بینی‌های با شکوه برگزار گردید و نظر شما همچون یک جوان، نقش جوانان امروز در پیشبرد حیات اجتماعی و اقتصادی عموما جامعه چگونه است؟ نقش جوانان در حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ملت بسیار نظررس است. جوانان آینده سازی امروز و فردای ملتند. بشک ماهواره جوانان است، ماه جوانان تاجیکستان است. در این فرصت مناسب استفاده برده یکایک جوانان را به این ماه جوانی، به این ماه جوانان تبریک میگویم و دستگیری های به واسطه حکومت کشور نیز برای جوانان سعادتمند ملت نظررس است و در سطح عالی دولتی است. اگر به تاریخ نیز رو آریم، ابتکاری به واسطه پیشوای معظم ملت برای کوت پرزیدنتی، برای به تحصیل فرا گرفتن جوان دختران دهات در آغاز، بعداً جایزه دولتی جوانان به نام شاه اسماعیل سامانی برای عالمان جوان، همچنین استیپندیای درخشندگان که این استیپندیای پرزیدنتی بین المللی است برای آن جوانانی که در خارج کشور با بهای خوب و اعلی تحصیل میکنند فرا گرفته است و طول 6 سال می شود که شروع از سال 2019 این جانب آزمون های جمهوریوی با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان در مقیاس کشور همه جوانان را برای کتاب و کتابخوانی، برای تقویت رشد ذهنی جوانان، برای رو آوردن به اصالت تاریخی و فرهنگی ملت دعوت نمودند، وادار نمودند و امروز جوانانی با سعادت و جوانان زاده استقلال را ضرور است که برای غمخواری های پدرانه پیشوای معظم ملت، برای آینده سازی کشور، برای پیشروی تاجیکستان عزیز سعی و تلاش نمایند و به دستاوردهای خوب نائل گردند. خب در که از آزمون ها یادآور شدید، شما همچنین یک آموزگار جوان در مؤسسه تعلیمی فعالیت دارید و خبر یافتیم که شاگردان شما در دور نهایی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است غالبیت به دست آوردند. نظر شما امروز تا چند اندازه نسل نوروز به کتاب و کتابخانه رویوار است؟ فروغ آمدن توست صبح دانایی، چراغ‌های خرد به حساب روشن شد. واقعا شاعر در نگاه جوانان امروزه نه تنها ایجادگری شعر یا نویسنده است، بلکه معلم است، راهبلد است، راهنما است. شکرانه که امروز ما در کسب آموزگاری فعالیت میکنیم و چون هر ساله خوانندگان مؤسسه را برای آزمون‌های جمهوری آماده میکنیم و امسال نیز در کتابخانه این جانب 7 نفر از دور ناحیوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است به دور ولایتی را خط یافتند و کوشش میکنیم که در دور ولایتی که ماه اوگوست برگزار می شود به دور جمهوری قسمت زیاد اینها را خط پیدا کنیم. تشکر زیاد. ما از شما خواهش میکنیم بیشتر شعر بخونید تا بینندگان ما از هنری شاعری شما باخبر شوند. برآمد. شبی سیاه بود و ماهتاب روشن شد، سپیددم نگهی آفتاب روشن شد. تمام خلق که یک عمر خواب بد میدید، به لطف و فضل تو تعبیر خواب روشن شد. برای وحدت ملت، برای آزادی، به ذهن مردم ما انقلاب روشن شد. همان دقیقه که ملت فقط تو را کم داشت، تو آمدی و به ما انتخاب روشن شد. اگر که ایده از صلح هرزه می گفتند، اگر که ایده از صلح هرزه می گفتند، بر روی چهره آنان نقاب روشن شد. سپاس آمدنت را که با خردمندید، ببین که چشم سواد و ثواب روشن شد. به ابتکار تو بحر حیات و آبادی،
دل طبیعت و عالم ز آب. روشن شد دوباره بعد هزاران سکوت و تاریکی چراغ دهکده پیش کتاب. روشن شد درون صفحه فرهنگ تاجیکان امروز خوشی و عشق بجای عذاب. روشن شد سرود صلح پذیرد دل شکسته خلق، دوباره صوت و صدای رباب. روشن شد فروغ آمدن توست صبح دانایی، چراغهای خرد به حساب. روشن شد درخش نارک و نور امید راغون نیز به فیض مقدم تو ای جناب. روشن شد. رفته ای از من ولی روی تو از یادم نرفت، خنده چشمان جادوی تو از یادم نرفت. سرنوشتم را به گیسوی تو می بستم ولی پشت سر تابیدن موی تو از یادم نرفت. شعرهایم را صدایت روح نو بخشیده بود، شیوه خاصی غزلگوی تو از یادم نرفت. می هراسم هر کجای لب کشایم بعد از این، صحبتی آزاد پهلوی تو از یادم نرفت. مهربانی را من از چشم تو می آموختم، ناز چشمان بیاگوی تو از یادم نرفت. سالها در انتظارت عمر خود را باختم، رفته ای از من ولی روی تو از یادم نرفت. تشکر زیاد. محمد صوفی با کدام حافظان و سروندگان بیشتر همکاری دارید در موردی روی آهنگ آمدن ترانه های شما، سرود شما؟ تشکر زیاد. استاد لایق جای میفرمایند میگویند که دل شاعر به مانند زمین است که باید کرد آن را کشت گردان. البته که شاعر احساسی نجیب و آرمانهای قلب خود را می نویسد و به قلب شنوندگان راه پیدا می کند. ما امروز با جوانان و با حافظان جوان جمهوری همکاری های خوب داریم و من شاد از آنم که برادران خودم نیز صبحیدین رجبزاده و قطبیدین رجبزاده شعرهای ما را به آهنگ میکشند و برای شنوندگان پیشنهاد میسازند و همچنین به اکای عزیز خود شادمان سلیمانی، به سنجری عبدالملک، به غیرت جان یلداشف و به چند تن حافظان دیگر. سلامت باشید. امروز با مقصد پیشنهاد سرودهایی که بر متن آدین محمد صوفی روی آهنگ آمده است، حافظ خوش‌صدا صبحیدین رجبزاد رو دعوت کردیم و حالا فرصت اون رسید که یک ترانه پیشنهاد بینندگان گردد. برامد. نفس نفس دوباره بیمان کنارم، بدون تو عزیزم حال خوشی ندارم. برغم دل جدایی، برغم بی صدایی، با من باش. خاطره های رفته هوای تازه خواهند، آینه های چشمم منتظر نگاهند. نکن دیگر بهانه، بیا تو ماهی خانه. با من باش، با من باش. دلم بر تو کشال است. با من باش، درون قلب من به تو پر از سوال است. با من باش، وگرنه زنده ماندن دلم امر محال است. با من باش. بیا قدم بمانیم خیابان به خیابان، تنها ترین و تنهام به تو به زیر باران. نگو دیگر نگو نه، بیا
یا تو به بهانه با من باش. وفا نکرده دنیا با عشقی هر دوی ما، نگو وصال ما را دیگر امروز و فردا، همین دقیقه کافیست برای بودن ما. با من باش، با من باش، دلم 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 بر تو کشال است. با من باش، درون قلب من به تو پر از سوال است. با من باش، وگرنه زنده ماندن دلم امری محال است. با من باش، تو هستی عشق پاکی من، درون خاطراتی من، مرغم دل جدایی ها توی تنها نجاتی من. سراپا عشق و اسراری با لطف و ناز دل داری، همانا تا نفس باقی است به قلب من تو جا داری. با من باش، دلم 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 بر تو کشال است. با من باش، درون قلب من به تو پر از سوال است. با من باش، وگرنه زنده ماندن دلم امری محال است. با من باش، با من باش، دلم 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 بر تو کشال است. با من باش، درون قلب من به تو پر از سوال است. با من باش، وگرنه زنده ماندن دلم امری محال است. با من باش. تشکر زیاد، صدای شما خسته نباشد. عادل محمد صوفی، وقتی که با من باش از نگاه دوستان نگاه کنیم، شاعر با مخاطب خود بیشتر عشق و محبت و همون احساسش پیشنهاد میکند. به نظر شما رسالت شعر و شاعر چی است؟ شعر این یک سند خوشبختی است. شعر این معنی شیوای وطن است. شعر برای جوانان به زبان مادری خود افتخار کردن را می آموزد. مجرای حسیات خودشان را می آموزد و همچنین به طریق سخن گفتن آرمان خفته قلب آنها را بیدار می سازد. در کدام ژانر بیشتر شما ایجاد میکنید؟ در همه ژانرها ایجاد کرده ایم. شعر سپید، شعر سنتی، یعنی غزل، رباعی و دوبیتی، ترجیبند، ترکیبند، مخمس و همچنین برای پیش از آزمون جمهوری فروغ صوفی دانای کتاب است داستان نیز با نام داستان ناموننگ ایجاد نبوده بودیم. خطا نکنم سال 2023 بود. بعضا حالت می شد که مثلا ساعت 12 شب یک مصرع یک بیت به فکریش آدم میاد. همین حالت ها بود که مثلا در دل شب بیدار شدید و شعر نوشتید؟ البته بله، این گونه حالت ها هستند که ما رو وادار می سازد که چیزی را روی صفحه درج نماییم. البته این حالت ها در سر من هم گذشته است. اولین شعری که نوشتید چی بود؟ اولین شعری که نوشتم این تاریخ تاجیکان بود که نظیره با همان بیت مشهوری چیست تاریخ ایزی خود بیگانه، داستان قصه افسانه، نظیره به همان بود. اولین شعری ما که دوران مکتب خانه من بود. عادل محمد، چند سال می شد که شما اعضای محفل ادیبان جوان هستید؟ 5 سال می شود که من اعضای محفل ادیبان جوان نزد حکومت کارباجان آمده شدم. نقش محفل ادیبان جوان در معرفی شاعران جوان، ادیبان جوان چگونه ارزیابی میکنید؟ نقش دارد در همین حیات شما، روزگار شما، معرفی شما محفل ادیبان جوان؟ محفل ادیبان جوان توانست که در دوام فعالیت خود جوانان ایجادکار را سر یک میز جمع آورد و برای تقویت شعر آنها، برای معرفی آنها خدمتی بارز کند. من حالا از شما خواهش میکنم از ایجادات تازه تان، غزل‌های تازه، شعرهای تازه یک دو سه نمونه پیشنهاد کنید. به سبب ای عشق ناتکرار از من می روی، به سبب ای عشق ناتکرار از من می روی، گفتمت ایستا مرا نگذار از من می روی. دیدنت
آینه فردای روشن بود لیک خوب من به دیدن دیدار از من می روی. دست افشاندی و رفتی به صدا گفتی به من دوستت دارم ولی ناچار از من می روی. وعده می دادی که فردا باز می بینم تو را با امیدی وعده بسیار از من می روی. کوچه های ده بوی کاکلانت می دهند دختری زیبای کاکلدار از من می روی. با خودت به من تو یک روزی که عادت می کنی از خود از تنهاییت بیزار از من می روی. می کنم اصرار با تو بودنم را اینقدر خواهشم را می کنی این کار از من می روی. این لحظه تو عشق را پزمانی در چشم تو اشک سوژه بارانی. شبهای گذشته را عزیزم اکنون با ساعت دست خویش می گردانی. چشمم ره برگشت تو را می جوید آه از جگری سوخته‌ام می روید. امشب به لب تیریزه خانه تو باران به زبان من سخن می گوید. مهتاب به خانه‌ام نگه اندوزد شاید که دلش برای من می سوزد. باران که به بیقراریش در دنیا از چشم تو فن گریه می آموزد. ای قصه تلخ زندگانیم خیر شب ناله غمهای نهانیم خیر با رفتن تو تمام هستیم رفت ای عشق نخستین جوانیم خیر. تشکر زیاد. معلم عزیز و ارجمند، برای شناخت شاعر جوان این فرصتی که در برنامه داشتیم خیلی کم است و من امید دارم که شما اودین محمد صوفی رو همچون یک جوان از این پیش هم میشناختید. حالا میخواستیم نظر شما رو وابسته به حسن و خوبی ایجادیات اودین محمد صوفی بشنویم. مرحبا. هیچ کس بر شمع در آتش زدن رحمی نکرد. هیچ کس بر شمع در آتش زدن رحمی نکرد. از ازل بر حال ما می سوزد استعداد ما. معنی برجسته چون سر می باید بلند ورنه هر کس می تواند مصرعی موزون کند. سورنگار حدیثم ولی بر آن صورت که جان برو نتوانم نهاد ننگارم. این چند بیت که من گفتم رسالت شاعری را برای شاعران، برای این جوانان عزیز و خوشبخت زمان استقلال برنامه گذاری می کند. من با شاعر ارجمندی ما صوفی خیلی بر وقت شناسایی داشتم. هنوز دانشجو بودند، دانشجوی سال اول یا مکتب خوان که به اداره مجله پیام سوخت نزد استادان محترم ما نعمت آتش یادشان گرامی باد استاد، نزد ما، نزد خانم گلناز، نزد استاد آذرخش، بیشتر نزد استاد اعظم خجسته شاعر نوآور و استاد ارجمندی ما می آمدند و من از شعرهایشان آگاهی داشتم. ترجیح ایجادیات صوفی از دیگر شاعران جوان ما در آن است که از بس که شاگرد استاد دانشمند و فرهیخته ملیک نعمت هستند و چنان که ما آگاه هستیم در مسجد شریف با راهبری این استاد ارجمند یک محفل نیرومند، یک حوزه ادبی بسیار نیرومند فعال است و شاعران بسیار شهرتیار امروز ما گلناز و چند شاعر دیگر از جمله صوفی از این حوزه ادبی برخاستند. شعرهای صوفی هم شعر احساس است، هم شعر عشق است، هم شعر اندیشه است. چنان که آگاه در فیسبوک امروز همه جوانان امکان ترغیب همه روزه اشعار خود را دارند و من بیشتر احساس میکنم که شعر احساس، شعر عاشقانه بیشتر انتشار می شود در این رسانه اینترنتی
و از بس که من با شعرهای صوفی هنوز قریب 12 سال می شود یا بیشتر از این که آشنایی دارم، ترجیحشان در آن است که صوفی بسیار دانشمند هستند. برای شعر گفتن استعداد کافی نیست و آب و هوای آفتاب دانش نیز باید برای نشأ و نموی جاویدانه الهام و استعداد مادرزادی و فطری باید باشد و صوفی بسیار جوانی دانشمند هستند. از ادبیات کلاسیکی، از ادبیات جهان، از ادبیات معاصر ایران آگاهی دارند و کوشش میکنند که زیر تأثیر هیچ کدام از این شاعران دیروز و امروز نمانند و برای خود بروند، سخن خود را بگویند. اینجا از کتابشان کوچه باغ عشق چند شعر خواندم، از بس که من همه روزه از شعرهایشان از فیسبوک آگاه هستم، باز از کتابشان چند به دقت جدی خواندم، دیدم که بسیار از ترکیب‌های شاعرانه استفاده می‌برند. امروز در اکثر شعرهای جوانان من مشاهده می‌کنم که شعرهای احساس بیشتر گفته می‌شود، اما ترکیب‌های شاعرانه و دیگر طلبات‌های شعر کمتر رعایت می‌شود متاسفانه. اما در ایجادیات صوفی همین بدیعیتی بلند، همین معنای عالی و لفظ عالی رعایت شده است که همین هدف اساسی شعر هم میباشد. یعنی اگر معنی با زیوری زیبا آرایش نیابد، هنوز به شعر به مقام شعر بودن نمیرسد. بسیار ترکیب‌های شاعرانه را زیبا استفاده میبرند و ترکیب‌های شاعرانه‌شان همش خاص است و برگرفته از شاعران دیگر نیست. بسیار تقلید و تقلیدشان را از شاعرانی مثلا ایران، مثلا شاعرانی دیروز امروزی ما من مشاهده نکردم که این موفقیت اساسی هر یک شاعر به حساب می رود. شاعر آن وقت شاعر می تواند حجتی شاعری داشته باشد که ناتکرار باشد و مانا بر کسی نباشد. همین مانند نبودن به دیگران را در ایجادیات این جوان خوب من احساس میکنم. حاضر ما صوفی، محمد اقبال، بهمنیار، مهراورجان، مدینه کنجی و دیگر دوستان جوان را شاعری جوان و نوقلم گوییم اگر سهو میکنیم، چون که عرفی شیرازی در 33 سالگی الکی شاعری صاحب دیوان بود. در 28 سالگی سهراب سپهری شهرت شاعریش جهان را فرا گرفته بود و اونقدر تجربه های و نوآوری های و انقلاب ها در شعر کرده بود. اینها شاعری کامل هستند، شاعری هستند که سخن خود را گفتند، از همه تجربه ها گذشتند و من هر یک اینها را به عضو اتفاق نویسندگان بودند ارزنده و سزاوار میدونم. صوفی عزیز در آزمون فروغ صوفی دانایی که بسیار یک مبارزه شدید هنری است غالب آمدند و بهای بلند، بهای عالی از شاعران نامور ما، استاد رستم وهاب، خانم گلناز و دیگر شاعران گرفتند که خود این باعث افتخار و احترام هست و یک نوع اعتراف هنری شاعری این جوان خوب هم هست. من حاضر از دفتر شعر صوفی یک 2 غزل بسیار برای خودم پسند را میخوانم. دیگر چو بر سر رنجور من هوایت نیست، صدا زدم که چرا جان من وفایت نیست. جواب نامه من را تو انتها گفتی، عوض شدی گلی من حرفی ابتدایت نیست. اگرچه هم به تو من روبرو نمی گشتم، شنیدنی است خیالت اگر صدایت نیست. گمان مکن که تو را با کسی عوض کردم، همین گناه نکردم که آن روایت نیست. خوش است آمدنت جان من به خانه دل، صدای خوب در از شربه های پایت نیست. توانی من توی و به تو ناتوان شدم، به گوش خسته من لحظه نوایت نیست. خدای عشق تو را هیچ گه نمی بخشد، بدان که صوفی دیگر بنده خدایت نیست. در همین شعر، در همین غزل به جز آن که
مثلا شاعر وقتی یک حرف میگوید پشت اون حرفش چندین حرفهای دیگر هست که به دریافت آن خواننده عوام عام نمیرسد، اما خواننده خاص میرسد. در این غزل از صنعت تضاد بسیار زیبا و بسیار استاکارانه استفاده شده است. مثلا انتها و ابتدا، صدای خوبتر از شرفه های پا، مثلا این یک بازیافت شاعرانه زیبا که من در دیگر جا ندیدم. همین گونه ترکیب های شاعرانه در ایجادیات صوفی زیاد است که همین ترکیب های شاعرانه، نظر خاص، اندیشه ناتکرار، اندیشه مانند به اندیشه دیگرها نبوده، مقام شاعری را معین میکند. مثلا در همون شعری که خواندن در ستایش قدرشناسی و ارجگذاری پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان آلا که خواندن، مثلا ما راست گپ دلگیر شدیم از شعرهای وطن دوستانه که بسیار عمومیگویی است. یک موضوع، یک حرف، لیکن هزارها شعر بسیار دچار میان. در همین شعرهای وطن دوستانه صوفی، در شعرهای احتوایی صوفی و در همین شعرهایشان همون عمومیگویی نیست، همون تکرار نیست، همون نظر خودشان است، سخن خودشان است که من با این شاعری جوان را تبریک میگویم. همیشه باعث احترام و اعتراف ما هستند و یکی از شاعران موفق جوان ما هستند، یکی از جوانان خوشبخت زمان استقلال هستند که خوشبختی این زمان را، غمخواری های همیشه پیشوای معظم ملت را با شعرهای عالی جواب میگویم. تشکر زیاد معلم عزیز. ما هم با اودین محمد صوفی در کارهای من بعد، در روزگار، در ایجاد برای کامیابی ها میخواهیم و اینجا آیسته آیسته فرصتی به برنامه جدا گردیده به پایان میرسد. در پایان برنامه از رهبر محفل ادیبان جوان میرابر خواهش میکنیم که وظیفه برای محفل آینده رو معین کنید. بعداً برادر ارجمند ما صوفیدین رجبزاد یک ترانه دیگر پیشنهاد میکنند، با همین برنامه محفل ادیبان جوان به انجام میرسد. خوب، سلامت باشید. من فکر میکنم که طبق عادت برنامه ما از دو نفر از ادیبان اگر از شعرهای نوشون اگر گوش نکنیم، فکر میکنم از روی احترام نمیشود بیاد. اول دو نفر از جوانان ما شعرشون میخونن، این هم هر مدینه ها، بعداً وظیفه رو میگذاریم، سرود گوش میکنیم. باشد. مدینه کنجایوا هستم، عضو محفل ادیبان جوان. باید که تو را در همه جا داشته باشم، یعنی همه جا مثل خدا داشته باشم. همراه تو ای عشق از این گنبد خاکی، پرواز بلند به سما داشته باشم. سوی دیگران چشم مینداز برایت، باید که خودم ناز و ادا داشته باشم. غمخوار خودم باش و پرستار محبت، تا قلب ز اندوه رها داشته باشم. من شاعر سرواده شادم به کنارت، غمنامه بسیار چرا داشته باشم. در بین همه مردم این شهر عزیزم، ای کاش به هر حال تو را داشته باشم. مدینه قادروا هستم، عضو محفل ادیبان جوان. تا کی مرا کنار تنهایی میگذاره، جمع من و غم تو بستند عهد یاری. می ترسم از دمی که بگریزی از تخیل، یادت کنار گیرد در عین انتظاری. فصل بهار آمد خندیده چهره گل، رخسار سرخ گشته از نقش بوزکاری. ای قلب بیقرارم از عقل صبر آموز، تا به خبر نگویی حرف ز بیقراری. این یار خود پسندم پای پیاده نامد، در کوچه محبت بنمود شهسواری. تنها تو را نمودم والا مقام در دل، تنها به تو اجازه یاری و شهرداری. اما بر عشق پاکم یک رتبه ندادی، تا کی بگو عزیزم من عسکری قطاری. چون صوفی از غزل رفتی خواندن، بعدا من میگویم که از ما چویا که براه خود خواهی زد،
باید که بره نشان آگاهی زد. از بس که برای رفته یک راه هست، یک روز به من سر به سر خواهی زد. خب بیایید در فرجام یک شرط نوبتی برای جوانان میگذاریم تا با استفاده از کلمه دانش برای محفلی من بعد چیزی بنویسند. در آسمان ستاره‌ای زبی لبی شراره‌ای، در آسمان ستاره‌ای زبی لبی شراره‌ای، در مشکلی هایم فقط تو چاره‌ای، تو چاره‌ای، در مشکلی هایم فقط تو چاره‌ای، تو چاره‌ای. امشب شبی باران، شبی باران، شبی باران، امشب شبی وصلی منو جانان، منو جانان، امشب شبی باران، شبی باران، شبی باران، امشب شبی وصلی منو جانان، منو جانان. آتشین آمدن سوختم و سوختم، تو دیده براهی قدم دوختم و دوختم، در آتشین آمدن سوختم و سوختم، تو دیده براهی قدم دوختم و دوختم. امشب شبی باران، شبی باران، شبی باران، امشب شبی وصلی منو جانان، منو جانان، امشب شبی باران، شبی باران، شبی باران، امشب شبی وصلی منو جانان، منو جانان. جانم بلب آمد از این